سلام، وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. در این ویدیو امن‌ترین مکان جهان در صورت وقوع جنگ جهانی سوم را برایتان معرفی میکنم. تا وقت نوفهمی ها، جنگ های لفظی و رقابت های ارتشی در بین دولت های مثل امریکا، روسیه، چین، کره شمالی، هند و غیره در جریان است و همچنین ساخت و ساز بمب های اتمی. احتمال جنگ جهانی سوم به شدت بالاست. در حقیقت هر کسی که از ذراتخانه های اتمی امریکا، روسیه، چین، بعضی کشورهای اروپایی و حتی همین کره شمالی اطلاع داشته باشد، او را لرزه فرا میگیرد که نشود چند تا انسانی سرویران کره زمین را به همه انسانها و دیگر موجودات او به باد فنا کشند. میگویند جنگ جهانی سوم آخرین جنگ مدرن بشر خواهد بود، چون خیلی که آلبرت اینشتین به درستی پیشینی کرده است که جنگ های بعدی انسان با سنگ و چوب خواهد بود، یعنی کره زمین به عصر سنگ برمیگردد. همچنین این حقیقت را پیش از اینشتین تقریبا 1400 سال پیش عالمان بسیار قوی دین اسلام پیشگویی کرده بودند که نزدیک آخر دنیا تمام تجهیزات های پیشرفته آن زمان از کار خواهند ماند. این همان پیشگویی هست که بعد جنگ جهانی سوم رو خواهد داد. بعد این جنگ دنیا به مثل عصر سنگ خواهد شد. اگر این مرتبه جنگ جهانی شروع شود، جنگ با بمب‌های اتمی و سلاح‌های هسته‌ای خواهد شد. در تمام دنیا از طرف کشورهای ابرقدرت دست کم 16000 سلاح هسته‌ای ساخته شده است که برای نیست کردن کره زمین تنها 10 تای آنها بسنده است. بر اساس مطالعات و گزارش‌های سری، تنها 10 بمب هسته‌ای برای نابودی نسل بشر کافی است و 15990 سلاح دیگر خیلی نگران کننده است. بمب اتمی با قدرت و اندازه در صورت که روی یک شهر پرتافته شود بین 150 تا 180 کیلومتر مربع را در یک چشم زدن خواهد سوزاند. به این ترتیب هیچ کسی که در نزدیکی 180 کیلومتر مربع قرار دارد زنده نخواهد ماند، چه رسد به بمب‌های اتمی پیشرفته سال‌های 2017 و 18. یک بمب اتمی بعد پرتاب و سوزاندن 180 کیلومتر مربع باز دود و شمال این بمب‌های اتمی تا صدها کیلومتر دیگر می‌روند که شمال این بمب‌ها به هر حیوان یا انسانی که رسد همان لحظه پوسیده می‌ریزد. همچنین این بمب‌ها از خود ویروس رادیواکتیوی باقی می‌مانند که تمام دنیا را این ویروس فرا می‌گیرد که به هر انسانی که رسد همان لحظه به بیماری سرطان یا همان رگ مبتلا می‌گردد. بعد این جنگ هر کسی که زنده مانده است از ویروس رادیواکتیوی این بمب‌ها خواهد مرد. حالا فرض کنید جنگ جهانی سوم شروع شده است و شما در جستجوی یک جای امن می‌گردید که شانس زنده ماندن خود و خانواده‌تان را بالا برید. براستی کجای دنیا می‌تواند امن‌تر باشد؟ امریکا، استرالیا، کانادا؟ نه، یگان تا اینها دیگر امن نیستند. شاید باور نکنید، اما امن‌ترین جای دنیا در وقت جنگ جهانی سوم این کشور شویتزاری است. نام انگلیسی این کشور سوئیتزرلند است. بله، همین کشور کوچک اروپایی. چه خیلی که میدونید شویتزاری در بین 4 کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا و استریا قرار دارد. اگر به خریطه اتحادیه اروپا نگاه کنید، یک جای سفید رو میبینید که کشور بی‌طرف شویتزاری است. این کشور در هیچ عهد و پیمان جنگی عضو نیست، حتی به اتحادیه اروپا و ناتو. این کشور در سال 2002 به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و بیشتر از 200 سال است که در هیچ جنگی شرکت نداشته است. آخرین جنگی که در آن شرکت داشتند در سال 1815 بوده است. وقتی به نقشه اروپا نگاه میکنی و شویتزاری را در بین نقشه با کشورهایی که در اطرافش قرار گرفتند مقایسه میکنی، میبینی که کشورهای اطراف همه در جنگ‌های مختلف مثل جنگ جهانی یکم و دوم شرکت داشتند. اما یک سوال میماند که چرا شویتزاری قرن هاست که با ثبات و امن باقی مانده است و حتی در زمان جنگ جهانی دوم و آتش این جنگ تمام اروپا را فرا گرفته بود، شویتزاری امنیت خودش را حفظ کرده بود. خیلی عجیب است که یک کشور کوچک در بین دهها قدرت درگیری جنگ از آن امین ماند. چرا؟ دلیل اصلی فقط در جغرافیای شویتزاری نیست. اگر شما به نقشه شویتزاری نگاه کنید می‌بینید که می‌شود این کشور را به 3 قسمت جغرافی تقسیم کرد که قسمت اول آن جنوب این کشور کوههای آلپ است. این کوههای بزرگ بخشی از شویتزاری را تشکیل می‌دهند و او را از استریا و ایتالیا جدا می‌کنند. قسمت دیگر شمال و غربی است که کوه جورا در آن جایگیر شده است
که معیدتر از کوه آلپ است، اما چنان بزرگ هستند که میتوانند شویتساریا را از فرانسه جدا کنند. و در آخر قسمت سوم کشور شویتساریا دو طرف آن هستند که پر از خیابان‌های پیچ در پیچ و دریاچه‌های مختلف هستند و جایی هست که جمعیت بیشتر شویتساریا در آن زندگی می‌کنند و شهرهای اصلی شویتساریا مثل زوریخ، برن و ژنو در آن قرار دارند. در سالهای گذشته شویتساریا از حمله کشورهای مختلف اطرافش در ترس بود. در جنگ جهانی دوم شویتساریا بین سه قدرت مانده بود و احتمال حمله آلمان به شویتساریا بسیار بالا بود. اما حمله رخ نداد و در دوران جنگ سرد نیز ترسش از حمله شوروی ادامه داشت. ولی این دولت یک نقشه برای پیشگیری از حمله کشورهای دیگر طرحریزی کرده بود که به The National Redoubt معروف است. در این طرح آنها آماده بودن خود را برای دفاع از کشورشان به رخ میکشند و به اطلاع همه میرسانند که آماده هر نوع دفاعی هستند. جوانهای این کشور باید 170 روز به خدمت سربازی روند و تعلیمات ساده را آموزش کنند. از آن به بعد آنها نیروی ذخیره حساب شده و سلاح‌های خود را نیز بعد خدمت با خود میبرند تا در وقت لازمه برای جلوگیری از حمله به کشورشان آماده جنگ باشند. این گروه‌های ذخیره که سلاح هم با خود دارند نقطه قوه شویتساریا میباشند و این حکومت میتواند در مدت حداقل 72 ساعت یک لشکر جنگی 200,000 نفری را از این نیروهای ذخیره روانه جنگ کند. همچنین تمام راه‌ها، پل‌ها، تونل‌ها و خطوط راه‌های آهن شویتساریا به طور ساخته شده‌اند که میتوانند با سرعت آنها را ویران کنند که اگر کسی به شویتساریا حمله کرد به دام این نقشه‌ها افتاد. نقشه اصلی دولت شویتساریا برای دفاع از این کشور انتقال شهرها و محل‌های مهم قسمت پرآدم و نیروی ذخیره این کشور به کوههای آلپ است. چون آنها پیشکی 26,000 پناهگاه در این کوه‌ها ساختند و بسیاری از سلاح‌های ضد تانک و ضد هوایی را هم نصب کردند. بسیار عجیب است که این پناهگاه‌ها از زیر به تونل‌های مختلف با هم پیوست هستند و از بیرون کاملا مخفی یا به شکل خانه‌های روستایی و کوه‌های طبیعی است. علاوه بر آنها در نقطه‌های مختلف شویتساریا پر از سلاح‌های پرقوت نصب و از چشم‌ها پنهان هستند. بسیار جالب است. بله، این طور می شود گفت که هر اجنبی که پایش را به خاطر جنگ به خاک شویتساریا ماند با کل طلاهای مخفی روبرو می شود. اگر بخواهید روشن‌تر کشور شویتساریا را تعریف کنیم، باید گوییم که قلعه نفوذناپذیر در قلب اروپا. برای همین است که در طول صدها سال بعد از سرگذراندن جنگ‌های جهانی توانسته است بی‌طرف باقی بماند. البته در حال حاضر کشور شویتساریا از همسایگانش احساس امنیت می‌کند و در نظر دارد تا سال 2020 بیشتر پناهگاه‌ها را به موزه تبدیل و حجم ارتش ذخیره خود را از 200,000 به 80,000 رساند. اما اگر جنگ جهانی سوم شروع شود، باز هم شویتساریا امن‌ترین جای جهان خواهد بود. چرا؟ چون در شویتساریا به قدر پناهگاه‌های ضد بمب‌های اتمی ساخته شده است که به اندازه کل جمعیت این کشور و از آن هم بیشتر ظرفیت دارد. علاوه بر این، تمام خانه‌هایی که از سال 1978 به بعد در شویتساریا ساخته شدند، طبق قانون ساخت و ساز شویتساریا باید در مقابل یک بمب اتمی 7 مگاتنی که در نزدیکی 700 متری خانه منفجر شود، محاسبه و محافظت شده باشد. شمارش و آمارگیری سال 2006 نشان داده است که شویتساریا 8,600,000 پناهگاه‌های ضد رادیواکتیوی دارد که بعضی مانند خانه و یا بعضی در مرکزهای عمومی مانند ایستگاه‌های زیرزمینی مترو قرار دارد که میتواند تا 4 ماه 2,000 نفر را در خود نگهداری و حتی تغذیه کند. پس این طور که معلوم است امن‌ترین جای جهان بعد از یک جنگ جهانی هسته‌ای در حقیقت کشور شویتساریا است. مطابق با گفته‌ها بعد از یک جنگ اتمی از بین حیوانات فقط سوسک‌ها و از بین انسان‌ها رهبران چند کشور و مردم شویتساریا زنده خواهند ماند. فکر کنم همه باور کردیم که شویتساریا امن‌ترین جای جهان بعد از وقوع یک جنگ اتمی یا همان جنگ جهانی سوم است. امیدوارم همچنین جنگ رخ ندهد، ولی اگر رخ داد همه اتون را در شویتساریا می‌بینم.